Самый красивый язык какой читается? Нашлось в интернете. По красоте звучания порядок следующий. Первое место занял французский язык. Второе – персидский. چون شنیدید این را ما از خودمان نگفتیم، از تجربه جهانیان زبان شناسان. یعنی در شرق زبان خوبترین زبان فارسی است و در غرب فرانسوی. شرق این 60% اهالی جهان است، زیاده از 4 میلیارد و 700 میلیون. این سخن امروز و دیروز نیست. 600 تا 700 سال پیش حافظ بزرگوار در یکی از غزلهاش میگوید که ساقی حدیثی سرو گل و لاله می رود، وین بحث به سلاسه غساله می رود. شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی است که به بنگاله می رود. بنگاله این یک ملت از هندوآریا در هندوستان که زیاده از 250 میلیون اهالی دارند، که اونها یعنی این قند پارسی است که به بنگاله می رود. قند پارسی همین زبان تاجیکی و زبان فارسی ما را در نظر داشت که با این زبان یعنی آمیخته می شوند. ولی شوربختانه اگر امروز ما یگان تاجیک رو در کوچه پرسیم که زبانی خوبترین زبان بهترین چیست، او میگه که زبان عربی. به خاطر افراطی بدنش و به خاطری که شستشو کردن معنی سرشه، حتی اما حقیقتی که دیگران میگویند، خارجیان میگویند، اما حقیقت قبولدار نمیکنه. میگه که نه، حتی نامهای بهترین نامهای تاجیکی خدا چیکار میکنند؟ عربی میکنند.